I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to چطورین دوستان؟ امروز میخوام ویدیوی اکانتمو بگیرم به شما نشون بدم. عشق منید. اول بریم از گان شروع کنیم یا ست؟ آقا اسمت یادم، اسمت چی بود؟ اسمم پارسا جان. اول بریم از گان شروع کنیم یا ست؟ برو از گان شروع کن. باش میگم از گان شروع. M4 لولی دارم، لول 5. این M4 سبزم هست. بعد M4 طبیعته که خدای هد تمام. یکی هم که AK دراگ لول 6. آره دوستان جم بزنم مکس کنم. AK دراگون که دارم، AK دراگون که این بود. بعد اینم که M14 اسکار 6 اسکار تیتان. پارسا این چه اسکاری بود اسمش؟ آره حالا نمیدن، داخل کامنت ها بگین دیگه دوستان، داخل کامنت ها بگین. اینم که اینکوباتر بود، یه روزای اینکوباتره. فاماس XM8 لول 5 یعنی خدا عالی. اینم دام ندارم. اینم N94 اینکوباتر. اینم که AUG. اینایی که این AUG رو دارن واقعا میدونن چیزی هد میخوره اونایی که دارن، یعنی خدای هد. پارسا این AUG هم اون بردارم. پارسا AUG رو نگاه کن اصلا خدا. آره AUGش خوبه. آره قبول کنم. بعد پارافال، کینگ فیشر، G36 همینه. بوت بکرم. AC80 هم خوبه. اینم این M60 آتیشی. بعد میرم اصلا UMP ها رو نگاه کن، کلکسیونی. UMP لول 6 لول. این UMP هم باسه اون کاپا بود، کاپاتو میبردی بالا میده. UMP اول گردونه. من که UMP این بود اینکوباتره. این هم که کاستومی رایگان میداد. این هم که ساکورا. اصلا فول دیگه کاستومی، اصلا UMP یا کاستومی. این هم که MP5 اول گردونه رو دارم. اینکوباتر. این هم که سبز است. بعد اینه هست BCSS. این هم که MP40 هم دیگه کلکسینی. MP40 آبی این سبز. این هم زرد. این بعد میریم این P90 اول گردونه. این اینکوباتر اول گردونه بود، درسته پارسا؟ آره دامنه گردونه بود. اصلا اکانت از لحاظ گان فول. این رنگ تانسونه. این بعد بیزونه. گاناش بود. امدا توفان. آره این به نظر من امدا توفان بود. امدا برفی لولی وان پاچمن. این بعد این تراگون ای دبل. این ای دبل هم داره. این اینکوباترش هم دارم. این هم که دوتا اسکی مشت. این هم که جدید گرفتم دوستان عزیز. اینا برای خزه داداش. اسکین یخ رو نگاه کن. دان ندارم. دان نمیشه. دان نشد.
ساکورا برگرد. خب الان میریم واسه ست بندید سبز. ستاش زیاد، ستاش هم خوبه، بد نیست دوستان. اینو هر کی تونست بگه این کلاه واسه کدوم الیت اینکوباتور اولین بار دیدم، اولین بار خودم ندیدم، اومدن روی کانت دیدم اینو، همونجور داشتم میگشتن دیدم. اینن که کوبراه، ست کوبرا، بعد ست روی فکر کنم اگر اشتباه نکنم. اینم که ریش سفیده، اینم فکر اینکوباتور بود پارسا، این اینکوباتور بود درسته؟ این ماسکه گل دهنشه نمیدونم، نتم که ضعیفه. این واسه چی بود؟ سایت بود چیه؟ دوستان داخل کامنت ها بگین دیگه. میگم که اصلا خوشگل میزان عشق کنید. میگم که صورته. میریم تو ستا. این ست اینکوباتور بود به نظر من. ست برزیلی کامل شده اصلا عشق کن چه خوشگله. این ست هم هست، ست کوبرا. این هم که بقیه بویاب هست. بعد دوستان اینا نمیدونم چی اینکوباتوره یا گردونه بود نمیدونم. بارسا این پیراهنه شو دان داری؟ الیتین؟ الیت نه داداشی مطمئنه الیته. این که اینکوباتوره. نه بابا این الیته کجا اینکوباتوره الیته؟ نه یه ست دیگه زدم با اون بودم. شبفاراش اصلا خوشگل شبفار. مازم داره شبوارش. بعد برقیه دیگه هست دیگه، برزیلی نداره نه، همون یکی بسته دوست. شبوار قلبم داره. زندونی هم که خزینه که کفشاشه دیگه. این قسمت دنس ها. به دنس ها رو بشک. نه این دمک این پیچه دنس کوبرای فکر کنم. این هم دنس وان پاچمنه فکر کنم. این مشت دنس وان پاچمن بود درسته؟ بذارش بدم بگم درسته. این دنس کو این آره خودش چی رفتیم تو قسمت کانا. این هم که ویدیوشو گذاشتن ماشین دنسشو گرفتن. دنس ها 67 هن. دوتا هم دنس ورود، یکی موتور قدیمی. آره دنس ورود موتور. آره اون واسه کوبرای به احتمال زیاد از خودش می‌سنی. کوبرای نه که تبدیل شوند. این قسمت کیفا هن که این خوشگل دان ندارم بچه. بعد این تخم مرغی. به ماشینا روش اصلا نگاه کن. لامبورگینی موتور. اینم حتی گرفتم. اینکوباتورم این مکدن بود داره اسمش. دوتا بنر مکدن. اینم اون ستا هست. UMP P90 MP40 یه دونه سنگ هم دارم. ماجیکیو دوتا هم کارت تغییر اسم. دوستان این بود از ویدیو ما. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره.
خوبه.